ما دیشب خواب بودیم، من اینجا خوابیده بودم، مادرم اینجا خوابیده بود، یکی از برادرم هم اونجا. دیگه طرفای ساعت 3:30 4 صبح یه صدای انفجار اومد. ما اول فکر کردیم گازی چیزی ترکیده، بعد از خواب بلند شدیم نگاه کردیم تمام شیشه ها ریخته پایین، یه حالت غباری، دود، خاکی، حالتی تو کل خونه رو گرفته بود، اصلا نمیتونستیم نفس بکشیم. میترسم. گرد تکونی گرد. ما که عادیم، ما که عادیم. اونم نمیدونم چه شخصیتی داشته اونجا یکی زدن، اونو خبر ندارم، اطلاعی ندارم. ما صبح میدیم شب میایم از سر کار، اطلاعی از تو محل نداریم کی کجا زندگی میکنه، فقط میدونیم که 3 تا 4 تا خونه اونورتر بوده. متاسفانه یه صدای بسیار مهیبی که اصلا ما یه همچین تجربه ما تو کل این 50 سال ما نداشتیم. بیشتر این تصاویر رو توی فیلم ها ما میدیدیم تا اینکه بخوایم عملا با این واقعیت مواجه بشیم. اصلا اینقدر موج انفجار شدید بود که کلا منو از کف زمین کوبید به سقف.